روشن کردن و راه‌اندازی اولیه. زمانی که دو شاخه دستگاه رو به پریز برق متصل می‌کنید، علامت چشمک زن پاور به رنگ قرمز روی صفحه نمایشگر نشون داده میشه. این یعنی دستگاه شما آماده کاره. در این حالت قبل از هر چیز باید از دو موضوع اطمینان حاصل کنید. اول اینکه دقت کنید درپوش مخصوص تخلیه آب در زیر دستگاه سر جای خودش قرار گرفته و محکم شده. و دوم اینکه مخزن شفاف آب سرد در بالای دستگاه به خوبی سر جای خودش قرار گرفته. بعد از این دو کار میتونید مخزن آب سرد بالای دستگاهو تا حجم دلخواهتون از آب پر کنید. دقت کنید که همیشه آب به میزان مناسب در مخزن باشه. حالا دکمه پاور رو یک بار بزنید که دستگاه شما روشن و آماده کار بشه. بویانت، لذت زندگی مدرن.